فصلی سیوم، شجاع باشد. ریسک ها را بسنجید و از پی کار شوید. به خودتان باوری داشته باشید. رویاها و هدفهای خود را دنبال کنید. تأسف نخورید. به وعده خود وفا کنید. من از ساختن سریالی تلویزیونی میلیاردری سرکش لذت بردم. در این سریال خودم و جمعی از بازیگران جوان فیلم های جیمز باند شرکت کردیم. ما با حرکت های مختلف روبرو بودیم. باید بعد از مصاحبه های مختلفی که انجام دادم شایسته ترین شخص را برای ایفای نقش انتخاب می کردم. در بخش پایان فیلم همه ما در راهرو خانه من در نیکر جمع شدیم. خانه‌ای که به دریا می نگرد. به شان نیلسون برنده نهایی چک به مبلغ $1,000,000 تقدیم کردم. در ضمن به او پیشنهاد دادم که می تواند چک را قبول کند یا قرعه بکشیم و اگر پیروز شد جایزه بسیار بیشتری برنده شود و اگر مغلوب شد چک خود را از دست می دهد. چک را در برابر چشمانش گرفتم تا عدد و رقم و صفرهای روی چک را خوب ببیند. او چک را گرفت و به رقم روی آن خوب نگاه کرد. می توانستید در چشمانش بخواند که چقدر چک برای او ارزش داشت. بعد چک را از او گرفتم و آن را در جیب شلوارم گذاشتم و یک سکه از جیب خود بیرون آوردم. کدام یک را انتخاب میکنی؟ چک $1,000,000 یا پرتابی سکه؟ شان تکان خورده بود. انتخاب بزرگ بود. یا همه چیز یا هیچ چیز. او از من پرسید: ریچارد، تو اگر به جای من می بودی کدام را انتخاب می کردی؟ به تو مربوط است. این تویی که باید انتخاب کنی. من نظری خاصی ندارم. شان روی تراس شروع به راه رفتن کرد. مبارزه هر لحظه بیشتر می شود. باید تصمیم می گرفت، اما تصمیم گیری دشوار بود. زیرا جایزه هایی که در صورت پیروز شدن به او داده می شد می توانست شگفت انگیز باشد. با این حال حرفی نزدم. می دانستم اگر جای او می بودم چی تصمیمی می گرفتم، اما او چی تصمیم می خواست بگیرد. بالاخره شان به حرف آمد و گفت که نمی تواند با پرتافتن یک تنگه از خیر این مقدار پول بسیار بگذرد. او پول را قبول کرد. او صاحب یک شرکت کوچک بود و حالا می توانست با $1,000,000 که نصیبش می شود شرکتش را گسترش دهد. این $1,000,000 زندگی او را بهتر می کرد. به کسانی که برای او کار می کردن هم کمک می کرد. او گفت: چک را می گیرم. خوشحال شدم. در حالی که چک را از جیبم بیرون آوردم و به او دادم گفتم: اگر پرتاب سکه را انتخاب کرده بودی احترامم را به تو از دست می دادم. او انتخاب درستی کرد. معامله کردن به سر چیزی که شما کنترل روی آن ندارید هرگز کار درستی نیست. او $1,000,000 را گرفت و جایزه فوق‌العاده را هم به او دادم. جایزه رسیدن به مدیریت ویرجین به مدت 3 ماه. ویرجین در آن زمان در سراسر دنیا 200 شرکت داشت و 50,000 کارمند را قبول کرده بود. شان مطالب فراوانی می آموخت. این یک فرصت طلایی بود. او با قبول نکردن پیشنهاد قرعه ثابت کرد که من امور ویرجین را به شخص معتبر دادم. حق او بود که در ویرجین مدیریت کند. من همیشه در اشخاص دنبال آن چیز به خصوص می گردم که مانند شان آنها را متفاوت از دیگران می کند. هر کسی که در ویرجین کار می کند شخصیتی ویژه دارد. آنها گوسفند نیستند. آنها طرز فکری مستقل دارند. ایده های خوب دارند که من با آنها توجه می کنم. چی فایده که اشخاصی خوشفکر را به کار قبول کنید اما از استعداد و توانمندی های آنها بهره نگیرید. یکی از کارهایی که من در ویرجین می کنم این است که از کارکنانم می خواهم درباره خودشان فکر کنند و خود را مثبت‌تر ببینند. بعضی ها به این بازآفرینی خود می گویند
اما من فکر میکنم همین ما از توانمندی‌های ذاتی و درونی برخورداریم که باید کشف شوند و به سطح بیایند، نه اینکه باز آفرینی شوند. من قویاً معتقدم همه چیز امکان پذیر است. من به کارکنانم میگویم خودتان را باور کنید، میتوانید از عهده هر کار برآیید. من به کارکنانم میگویم شجاع باشید اما دست به قمار نزنید. هر هفته هزاران پیشنهاد از سوی کارکنانم دریافت میکنم. اینها هدفها و رؤیاهای اشخاص هستند. بسیاری از آنها منحصر به فردند و از توانمندی بالقوه عظیم برخوردارند. اما شمار این پیشنهادها بیش از اندازه است که فرصتی رسیدگی به آنها را داشته باشم. من از برخی از کارکنانم میخواهم که ابتدا این پیشنهادات را بخوانند و بعد بهترین آنها را به من بدهند. یکی از برنامه‌هایی که به من پیشنهاد شد با فاجعه روبرو شد. جوان بودم و میخواستم هر چیزی را امتحان کنم و چیزی نمانده بود که جانم را از دست بدهم. متاسفانه اختراعکار آن به قتل رسید. مرد به نام ریچارد ایلیس عکس از ماشینی پرواز کننده برای من فرستاد. در عکس دیده می شود که ماشین روی درختها پرواز می کند. ماشین 2 بال بزرگ داشت که زیر بالها 3 چرخ بسته شده بود. نیروی حرکت و پرواز این ماشین را یک محرک کوچک تأمین می کرد. اسباب بالای سری خلبان دیده می شد که سبب جدا شدن ماشین از زمین می شوند. کنجکاو شدم و از او خواستم ماشینش را به من نشان دهد. وقتی آمد همراه جان و تن چند از دوستانم به یک فرودگاه محلی رفتیم. مرد صاحب ماشینی پرواز کننده برای من گفت برای اینکه روی زمین سرعت بگیریم باید با سرعت پیدل بزنیم. وقتی سرعت به حدی معین رسید محرک روشن می شود و چرخها به حرکت در می آیند. او گفت من دومین کسی هستم که سوار این ماشین می شوم. البته اولین نفر خودش بود. با این حال گفت تا کمی تمرین نکنم نباید با آن ماشین پرواز کننده پرواز کنم. او توضیح داد ابتدا باید به این ماشین عادت کنی. فقط پیدل بزن، کمی سرعت بگیره و بعد متوقف شو. تفریح جالب به نظر می رسید. عکس نشان می داد که این محرک به خوبی کار می کند، اما همانطور که او گفته بود نباید شتاب می کردم. او ناقل به من داد که در آخر یک کلید پلاستیکی بسته شده بود. گفت برای اینکه ماشین از حرکت باز ایستد باید کلید را پخش کنم تا محرک خاموش می شود و من در انتهای خط راه متوقف شوم. حرفش را تکرار کردم، یعنی وقتی کلید را گاز گرفتم محرک خاموش می شود؟ بله دقیقاً. بعد از چرخهای ماشینی پرواز کننده فاصله گرفت. از سر راه حرکت ماشین کنار رفت و گفت حرکت کن. من کلید ماشین را در دهانم گذاشتم، شروع به پیدل زدن کردم و در مسیر به حرکت در آمدم. محرک روشن شد و من بر سرعت حرکتم افزودم. وقتی به اندازه کافی سرعت گرفتم کلید را گاز گرفتم تا ماشین توقف گردد، اما اتفاق نیفتاد. حتی بر سرعت من اضافه شد. محکمتر گاز گرفتم، هیچ اتفاق نیفتاد. حالا سرعت من به 30 میل در ساعت رسیده بود. در این زمان ناگهان محرکی پرواز کننده از زمین بلند شد. من درون ماشینی پرواز کننده به پرواز در آمدم. به بالای چند درخت رسیدم و حتی بیشتر از بالا رفتم. وقتی به 100 فوت زمین رسیدم دانستم که برای توقف محرک باید کار کنم. وحشت زده سیمهای محرک را بیرون میکشیدم. دستم از گرمی محرک سوخت و محرک خاموش شد و من به سمت پایین به حرکت در آمدم. مرگ را در برابر چشمانم دیدم. در آخرین لحظه بادی ملایم محرک پرواز کننده را واژگون کرد. من روی چمنها پرتاب شدم. سالم بودم اما در حیرت بودم. 1 هفته بعد ایلیس ماشین پرواز کننده خود را به پرواز در آورد، اما ماشین پرواز کننده به زمین خورد و ایلیس جانش را از دست داد. مرگش بسیار غم‌انگیز بود. سال 1984 یک حقوقدان جوان آمریکایی برایم پیشنهاد فرستاد. او می‌خواست در یک شرکت هواپیمایی که در مسیر آمریکا و اروپا فعالیت می‌کرد سرمایه گذاری کنم.
حتی قبل از اینکه برنامه او را بخوانم قصد چنین کاری را داشتم. فردی لیکر، قهرمان دوران کودکی من، شرکتی اسکایراین را راه‌اندازی کرده بود. هواپیمای او بین امریکا و انگلیس پرواز میکرد. او مردی بزرگی بود که ایده های جسورانه داشت. او میخواست سفرهای هوایی را ارزان کند تا تعدادی بیشتری از مردم توانی استفاده از این شیوه را داشته باشند. اما شرکت او به سبب اشتباهی که کرد در سال 1982 فرو پاشید. وقتی این پیشنهاد جدید را خواندم به یاد فرد و هواپیمای افتادم که برای پرواز به پوئرتوریکو اجاره گرفته بودم. به پول کافی احتیاج داشتم. از این رو به خودم گفتم وسوسه نشو، حتی فکرش رو هم نکن. اما وسوسه شدم. من از مدت‌های قبل در اندیشه دایر کردن خطای هوایی ویرجین ایرویز بودم. می توانستم تصور کنم که این کار چقدر موفقیت آمیز می تواند باشد. می توانم در عرض 6 ثانیه درباره اشخاص و ایده های آنها تصمیم گیری کنم. من به جای گزارش‌های مفصل به دل و غریزاً مراجعه می کنم. در همان 1 دقیقه اول دانستم شرکت هواپیمایی جدید از آن من است. من با شرکت‌های هواپیمایی دیگر سفر کرده بودم، اما حالا فکر می‌کردم بهتر از آنها موفق می‌شوم. باید برای محاسبم ریسک تحقیقاتی بازاری انجام می‌دادم، اما هرگز متقی نبودم و نیستم که بررسی‌های بازاری بیش از اندازه مفصل باشند. کافی است عقل سالم و پندارهای در سر داشته باشد. یک شرکت هواپیمایی که سر و صدای زیاد به راه انداخته بود با نام پیوبل اکسپرس از قبل روی اتلانتیک پرواز میکرد. این شرکت هواپیمایی بلیط‌های ارزان میفروخت. خیلی ها میخواستند با آن پرواز کنند، زیرا خط سیرشان بیشتر مشغول بود. تمام مدت روز تلاش کردم، اما نتوانستم با آنها ارتباط برقرار سازم. یا سرشان خیلی بند بود یا کارهای ثمرناک نداشتند. به ذهنم رسید که می توانیم یک شرکت هواپیمایی بهتر از آن راه اندازی کنیم. یک تعطیل آخری هفته با آن فکر کردم و تا یک شنبه تصمیم خود را گرفتم. باید این شرکت را دایر می کردم. صبح روز دوشنبه با شرکتی بوینگ، بزرگترین شرکت هواپیمای آمریکا در سیاتل است که هواپیمای 3 سال میکرد، تماس گرفتم. به سبب اختلاف زمان باید تا بعد از ظهر صبر میکردم. بالاخره با آنها تماس گرفتم، اما چندین ساعت طول کشید تا توانستم کسی را پیدا کنم که حاضر باشد به حرف من گوش دهد و به سوالهایی که میدهم جواب دهد. سوال کردم قیمت یک هواپیمای جمبو چقدر است؟ از حرفم تعجب کرد، اما به صحبتم گوش داد. معلوم شد یک هواپیمای جمبوی دست دوم دارند که می توانند آن را به من واگذار کنند. پرسیدم اگر برنامه‌ام به جای نرسد آیا می توان هواپیما را پس بگیرند و آنها گفتند که این کار را می کنند. تا پایان صحبت تلفنی به قیمتی مناسب دست یافتم. احساس کردم به اندازه کافی تحقیق کردم. روزی بعد با شریکانم در ویرجین موزیک ملاقات کردم تا موضوع را با آنها در میان بگذارم. آنها گفتند که احمقانه است. با آنها گفتم که من دقیقاً موضوع را بررسی کردم و جنبه‌های مثبت و منفی آن را سنجیدم. ما می توانیم از عهده این کار برآییم. اگر می خواهیم به عنوان یک شرکت رشد کنیم باید پندار داشته باشیم و دست به ستاره ها دراز کنیم. نمیدانم آیا قیاس درست بود یا نه، اما من چنین احساسی داشتم. نمی خواهم مانند بدبختا روی پولم بنشینم. پول باید مورد استفاده قرار گیرد. با این حال آنها راضی به نظر نمی رسیدند. من روی حرفایم پافشاری کردم. با آنها گفتم ویرجین موزیک درآمد بسیار خوبی دارد و راه اندازی یک شرکت هواپیمایی به اندازه 1/3 منفعت‌های ویرجین موزیک است. البته دایر کردن خطی هوایی پولی زیادی می‌خواهد، اما این آنقدر نیست که نتوانیم از عهده آن نبراییم. در مجموع به 2 میلیون فونت احتیاج داشتیم. با آنها گفتم حتی اگر 2 میلیون فونت رو هم از دست بدهیم باز هم می‌توانیم به بقا و زندگی خود ادامه دهیم. این ریسک بیش از اندازه بزرگ نیست. از آن گذشته تفریحی و سرگرم کننده است. شریکانم چهره در هم کشیدند. آنها از این که از کلمه‌های تفریحی و سرگرم کننده استفاده کرده بودم راضی نبودند. در نظر آنها تجارت
اقدام جدی بود. بله، تجارت جدی است، اما لازم نیست کسل کننده باشد. در نظر من تفریح و سرگرمی مهم است. حتی در یک زمینی تجارتی هم باید تفریح و لذت بردن وجود داشته باشد. راستش را بخواهی، در هر لایحه‌ای که درگیر می شوم، تفریح داشتن و لذت بردن از کار یکی از ارکان مهم است. من می خواهم با تمام وجود از زندگی لذت ببرم. من دنبال هدفهای جدید می کردم. آنها گفتن اگر واقعاً به فعالیت هواپیما علاقه‌مندم، چرا در یکی از شرکت‌هایی که قبلاً دایر شده‌اند سرمایه گذاری نمی کنم؟ جواب دادم این کار به شدت ریسک دارد. ما با یک هواپیما شروع می کنیم. همه چیز را از کف می سازیم. یک سقف مالی داریم و شرکتمان را آنطور که می خواهیم می سازیم. تجارت ها از قبل شکل گرفته هستند. نمی توانند تغییر کنند و نمی توانند خود را با شرایط سازگار نمایند. ما تا کنون هر کار را با ایده خودمان شروع کرده ایم. احساس می کردم باید با این حرکت روبرو شوم و با وجودی همه مشکلات از آن بهره برداری کنم. در پایان جلسه شریکان من با ناراضگی نظری مرا پذیرفتند، اما زیاد خوشحال نبودند. ما اسم شرکت هواپیمایی جدید را ویرجین اتلانتیک گذاشتیم. اقدام بعدی من این بود که با سر فردی لیکر نهاری بخورم و درباره لایحه جدیدم با او صحبت کنم. با توجه به تجربه که از او داشتم می توانست در زمینه‌های مختلف مرا راهنمایی کند، به خصوص آن که او در زمینه شروع به کار شرکت‌های هواپیمایی اطلاعاتی دست اول داشت. او در این کار شکست خورده بود، اما ناکامیش به سبب اقدام‌های اشتباه یا نداشتن علم و اطلاعات کافی نبود، بلکه به سبب اقدام‌های خبیثانه شرکت‌های رقیب بود. شرکت هواپیمایی که اسمش اسکای ترین بود، تا زمانی که شرکت‌های بزرگ رقیب اقدام به جنگ قیمت با آن نکردند خوب کار می‌کرد. آن شرکت‌ها پول کلان در اختیار داشتند و به خوبی می‌توانستند مدت ضرر را تحمل کنند، اما فردی به اندازه کافی پول نداشت و در این رقابت مغلوب شد. او هنگام نهاری مطالب ارزشمند درباره رفتار دیگر شرکت‌های هواپیمایی در اختیار من گذاشت. فردی گفت مراقب حیله‌های کثیف بریتیش ایرویز باشم که حیله‌های پلیدی آنها او را نابود کرد. او گفت اجازه ندهم مرا هم نابود کنند. با بلندترین صدایی که می توانم شکایت کنم، زیرا اشتباه این بود که شکایت نکرد. او گفت شکایت کردن را دوست نمی دارد و با شرایط کنار می آید. با شنیدن حرفای فردی هوشیارتر شدم. نگران حیله‌های پلید باش، با صدای بلند شکایت کن. درباره پروازهای تجارتی در برابر پروازهای مسافرت با فردی صحبت کردیم. فردی به من گفت سعی نکنم که قیمت بلیط ها را ارزان کنم، از میزان خدمت‌هایی هم کم نکنم. شرکت‌های هواپیمایی بزرگ می توانند زیر قیمت ما فروش کنند، همان کاری که با او کردن. او گفت سعی کن سرویس بهتری به مسافران بدهی. مردم سرویس خوب و عالی را دوست می دارند. مردم دنبال راحت و آسایش هستند. دوست می دارند از آنها به خوبی پذیرایی شود. از جلسه‌ای که با فردی داشتم راضی بودم. او از من حمایت کرد. وقتی نهاری تمام شد او به من دست داد و گفت موفق باشی ریچارد. برای یک استرسی بزرگ خودت را آماده کن. صحبت فردی برای من مفید بود. وقتی با مقامات مذاکره می کردم از حرفا و راهنمایی‌های او بهره گرفتم، برای آن که آنها با اتمام حرف می زدند. در ضمن آنها می خواستند مطمئن شوند که من از پول و اعتبار کافی برخوردارم. اگر شرکت هواپیمایی از قدرت خوب مالیوی برخوردار باشد، هرگز خدمت‌های جانبیش او را شکست داده نمی تواند. ایمنی را به خوبی رعایت می کند و مسافران با خیال راحت بلیط می خرند. برای مقامات هواپیما بی خطری بسیار مهم بوده و من آنها را مطمئن ساختم که در شرکت من اصول بی خطری به طور کامل رعایت خواهند شد.
باید در مذاکرات خوب ظاهر می شدم و من در کار مذاکره از مهارت خوب برخوردار بودم. در مذاکره با مقامات بوئینگ پس از آن که به همدیگر فهمی رسیدیم به من گفتند برایشان آسانتر است که یک ناوگان جمبو به امریکن ایرلاینز بفروشند و یک هواپیما به ویرجین نمی فروشند. وقتی که من هواپیما را گرفتم من نقشه پرداخت پذیری ضروری را ترتیب دادم. بعد کارکنان بلند اختصاص را به کار قبول کردم. تیمی خوب تشکیل دادم. کاری نهایت دشوار بود اما تمرین کردم. سعی میکردم برای حل مسائل پیش آمده راه حل پیدا کنم و باور کنید که مسئله ها تمام شدنی نبودند. البته همان طور فریدی گفته بود شرکتی هواپیمایی بریتیش ایرویز بر ضد ما همه گونه نرنگ های بد را استفاده برد. آنها سعی کردند با خراب کردن اسم من شرکتی ما را نابود کنند. فریدی به من گفت این بدکاران را تعقیب قانونی کن و من شرکت هواپیمای بریتیش ایرویز را به دادگاه کشیدم و پیروز شدم. وقتی ویرجین اتلانتیک در سال 1984 راه اندازی شد حتی یک نفر هم فکر نمیکرد که بیش از 1 سال دوام آورد. گروه فکر میکردن کسی که کسبی صفحه فروشی دارد نمیتواند یک شرکت هواپیمایی را اداره کند. اما آنها متوجه نبودند که ما چقدر تلاش میکنیم تا مسائلمان را حل کنیم. با شروع تعطیلات تابستانی بر شدت تلاش‌های خود افزودیم. بنابراین درآمدمان بیشتر شد تا برای فصل زمستان که سفری ما کمتر است از وضع مالیوی خوب برخوردار باشیم. با برنامه‌ریزی درست توانستیم بر همه مشکلات پیروز شویم. رئیسان شرکت‌های بزرگ آمریکایی همه بر این عقیده بودند که من شکست می‌خورم. حالا آنها از رقابت دست کشیدند و من هنوز سر کار هستم. تعداد هواپیماهایمان از هر زمان بیشتر است و همچنان در حال رشد هستیم. من شجاع بودم، جسارت داشتم اما احمق نبودم. من با دایر کردن یک هواپیمای بازرگانی به استقلال ریسک رفتم، اما شرایط به سود من شد. یگان مشکلی وجود نداشت، میدانستم با ریسک چگونه برخورد کنم. این وضعیت به مثل غالبیت میلیاردری سرکش نبود. شان نیلسون میتوانست تحت تأثیر چرخش یک سکه یا به همه چیز برسد یا آنچه را که دارد از دست بدهد. قبول نکردن او شجاعت میخواست. اقدام بازرگانی بزرگی بعدی من دایر کردن شرکتی ویرجین ترینز در سال 1991 بود. فکر ایجاد شرکت زمانی به ذهنم آمد که در ژاپن بودم تا جایزه دکتری افتخاری خود را دریافت کنم. وقتی در کیوتو بودم سعی کردم فروشگاهی بزرگ برای فروش نوارها و سیدی های موسیقی دایر کنم. وقتی سوار قطاری تیز حرکتی شینکانسن وارد شدم احساس کردم قطاری بسیار جالب است. براحت، بی صدا، تمیز و با سرعت بسیار زیاد. احساس میکردم سوار هواپیما شدم. با خود گفتم چرا ما در بریتانیا چنین قطاری خوب نداشته باشیم؟ کمی در این باره یادداشت برداری کردم تا موضوع را فراموش نکنم. خوشبختانه هفته بعدی دولت بریتانیا اعلام کرد که میخواهد سیستم رای آهنی بریتیش رایل را در بریتانیا متحول سازد. من بلافاصله اعلام آمادگی کردم و گفتم حاضرم در این زمینه فعالیت کنم. نمیدانستم خبرها خیلی زود به روزنامه ها میرسند. روزنامه ها با این عنوان موضوع را اطلاع رسانی کردند: ویرجین وارد فعالیت قطار می شود. روزنامه ها نوشته بودند که این اقدام شجاعانه است. نفران پیدا شده اظهار داشتند که من در این کار شکست می خورم. گرچند که این کار 5 سال طول کشید ولی من موفق شدم. ما پیشرفت‌ترین سیستم رای آهن را در بریتانیا ایجاد کردیم که اسمش را پندالینا گذاشتیم. اما همسرم جان آن را ویرجین لادی نامید. بار دیگر ما از همه پیش افتاده بودیم. برای من کمال افتخار بود وقتی تلویزیون بریتانیا اعلام کرد ما به موقع و به قول خود وفا کردیم. از دوران کودکی پدر و مادرم به من آموخته بودند که قول دادن بسیار مهم است و باید همیشه بر سر قول خود ایستاد. اگر نمی توانید
به قولتان عمل کنید بهتر است که اصولا قول ندهید. من به لطف این تفسیر پدر و مادرم همیشه سعی میکنم به حرفی که زدم عمل کنم. من همیشه معتقد بودم که موفقیت چیز بیش از شانس و بخت و اقبال است. باید خودتان را باور کنید تا اتفاقی که میخواهید بیفتد. این گونه دیگران هم همیشه شما را باور خواهند کرد. گاه در زمینه تجارت به من پیشنهادات می شود که من آنها را نمیپذیرم. البته در این میان چند بار فرصت‌های مطلوب را از دست دادم. فرصتی مناسب دست داد که من در راینایر که شرکتی هواپیمایی خوب و سالمی بود سرمایه گذاری کنم، اما این کار را نکردم. راینایر هنوز شرکتی قدرتمند است. جای دیگری که برای سرمایه گذاری در آن فرصت داشتم شرکتی سوغورته‌ای للایدز بود که یکی از بزرگترین شرکت‌های سوغورته در دنیاست. سالهایی که اتفاقات طبیعی ناخوشایند رخ ندهند این شرکت سودی فراوان کسب می‌کند، اما در سالهای آخر به دلیل حادثه‌های زیاد و آفت‌های طبیعی ضرر بسیار داد و من در مجموع به این نتیجه رسیدم که کار درستی کردم که در این شرکت سرمایه گذاری نکردم. در بعضی مورد پیروز و در مورد دیگر مغلوب می‌شوید. وقتی پیروز می‌شوید خوشحال باشید، اما وقتی ضرر می‌کنید تأسف نخورید. هرگز به پشت سرتان نگاه نکنید. میدانم که نمی‌توانید گذشته را تغییر دهید، اما می‌توانید از گذشته درس بگیرید. همین ما نمی‌توانیم صاحب شرکت‌های هواپیمایی و قطاری بزرگ شویم. بسیاری از ما هدف‌های کوچکتر داریم، اما رویاهایتان هر چی هست به دنبالش بروید. اگر بیش از اندازه محافظه‌کار باشید هرگز طعم پیروزی را نمی‌چشید.